وحدت ملی و تجربه صلح‌آفرینی تاجیکان از جمله سبق‌های ارزشمند است که هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی مورد قبول و آموزش قرار گرفته است. از این رو استقلالیت دولتی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین میباشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرزو و آرمان‌های خلق که با قلبی پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگرفهمی بودند زمینه واقعی گذاشت. ملت تاجیک توانست که با راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استقلالیت به دست آورده وحدت کامل را در سرتاسر کشور نگاه دارد و محض همین استقلالیت کشور بود که امروز سطح نیکوحوالی مردم روز از روز بهتر گردیده شده است و آن کارهایی که در چند صد ساله در حدود منطقه های تاجیکستان عملی نگردیده بود عملی گردیدند، از جمله بنیاد نقب‌ها، ساختمان راه‌ها، تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر اینفراستراکچورهایی که در حدود کشور عملی گردیدند، همه این ثمره صاحب استقلالی کشور به حساب می‌روند. در این دوران پیشروی و دستاوردهای ملت تاجیک به تدریج بالا رفته زندگی شایسته برای ساکنان مملکت تامین کرده شد. ولایت ختلان نیز در سالهای صاحب استقلالی کشور چون دیگر منطقه‌ها رشد و نمو کرده برای ساکنان شرایط خوبی کار و فعالیت در همه جبهه‌ها فراهم آورده شد. امروز اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری در زمینه تجلیل با شکوه جشن استقلالیت دولتی در شهر و ناحیه‌های منطقه ولایت روی کار آمده. در این روند مسئله اینفراستراکچور مهم خواجگی خلق مهیا گردانیده می شود. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تلاش و خدمت‌های ماندگار پیشوای محبوب و معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده، نگاهداشت آن و حفظ آن رسالت هر یک فرد بیداردل این ملت به حساب می رود و امروز ما شهروندان پیش از همه مسئولیت بزرگ را به دوش داریم که این استقلالیت که با جانثاری های همیشگی فرزانه فرزند ملت تاجیک روی دست آمد آن را پاس و نگاهداری نماییم. ساکنان ولایت ختلان زیر سیاست عاقلانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در جبهه‌های سازندگی کمر همت بسته برای رشد و آبادانی یک گوشه دیار حصه ارزنده گذاشته ایستاده‌اند. دوام سالهای صاحب استقلالی کشور در جمهوری خاصه در حدود ولایت ختلان با ابتکار و تشبث و هدایت و راهنمایی‌های به واسطه راهبر دولت یک قطار دستاوردها از جمله بنیاد یک قطار انشاءات‌های ساحه اجتماعی و اقتصادی و به این وسیله تامین نمودن مردم به جای کار دائمی این گواهی آن است که ما توانستیم در این مسیر جهش بزرگ در همه سمت و ساحه‌های کلیدی نمودیم. پیشرفت و موفقیت‌ها در سمت‌های مختلف جامعه محض از برکت صلح و ثبات و استقلالیت کامل کشور بوده. در یک مدت کوتاه تاریخی نائل گشتن به نتیجه‌های بلند اقتصادی و اجتماعی و همچون یک دولت تشبثکار اعتراف گردیدن در عرصه بین‌المللی باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است.